با سلامی دوباره به یکایک شما بینندگان عزیز. منصور سپهبند هستم، نظاره‌گر برنامه تاک شو هستید. مهمان عزیز این هفته آقای بابک صحرایی، ترانه‌سرا، شاعر، نویسنده و صاحب امتیاز یک مجله هم هستن که به موقع در موردش صحبت خواهم کرد که آقای بابک صحرایی، صحبت من با ایشون از در داخل ایران هستش. به طور مستقیم تلفنی در گفتگو با ایشون هستیم. جناب بابک صحرایی عزیز، شما تجربه‌ای که دارید، من می‌خواستم ببینم که علاقه و یا به عبارتی تست و کشش مردم هموطنان عزیز من در داخل کشور چه نوع ترانه‌هایی رو میپسندن و یا تست و علاقه هموطنان خارج از کشور، به خصوص چون جمعیت ایرانی نشین در خارج از کشور در لس آنجلس مقام اول رو داره، یا در ارتباط با همین زاغه هموطنان، حالا به صورت مجموع یا به صورت اگر بخواید یه پرانتز باز کنید خوشحال میشم در مورد لس آنجلس هم یه اشاره بکنید که چه تستی رو، چه کششی رو دارن به چه نوع کلام ها و ترانه هایی. این چیزی که من تجربه کردم به صورتی که ارتباط خیلی مستقیمی با اون نوع اثر داره. یعنی نمیتونم بگم مردم ترانه عاشقانه رو بیشتر دوست دارن، چون خود من ترانه های اجتماعی، ترانه های ملی میهنی هم داشتم که خیلی مورد علاقه مردم قرار گرفته بوده، مثل بچهای البرز با صدای آقای معین، مثل گناه بچه‌ها چیه. نمیتونم بگم که مردم ترانه های اجتماعی و ترانه های میهنی رو بیشتر دوست دارن، چون این همه کار عاشقانه مورد استقبال قرار گرفته، و بالعکس هم ترانه های عاشقانه هم ترانه های اجتماعی بسیاری هم بودن که مورد توجه قرار نگرفتن. اون چیزی که من به عنوان تجربه شخصیم بخوام عنوان بکنم به این صورت که هر وقت که ترانه حرفی برای گفتن داشته و موسیقی و اجرا هم به صورت مناسب و فکر شده و حرفه‌ای بوده، مورد توجه مناسبی هم قرار گرفته و از اون طرف کارهایی که فکری پشتشون نبوده، چه کارهای، من از جهت کلام میگم، چه ترانه های عاشقانه چه ترانه های غیر عاشقانه، آنهایی که فکر درستی پشتشون نبوده اگر هم در لحظه یه توجهی بهشون صورت گرفته، اما بعد مدت خیلی کوتاهی مردم فراموشش کردن. همیشه هم همین بوده. من فکر میکنم هنر در شکل کلیش در هر شاخه‌ای نیازمند اندیشه و تفکر و تعهد تا امید به ماندگاری داشته باشه. کاری که در لایه‌های درونی خودش حرفی برای گفتن نداشته باشه قاعدتاً نمیتونه در طول زمان جاری بشه. به همین خاطر من میتونم بگم که همیشه مردم به کاری که فکر و اندیشه خوبی پشتش بوده و به صورت حرفه‌ای تولید شده، مردم توجه مناسبی نشون دادن، چه در داخل کشور در خارج کشور. بسیار ممنونم. آقای بابک صحرایی، اگر من از شما بخواهم که بفرمایید خوانندگان جوان ما، خواننده های بعد از انقلاب، الان کدومشون به عبارت خیلی عامیانه کارشون سکه است، شما چه اسمایی رو میبرید؟ آقای سپهبند، اسمها خیلی زیادن، یعنی مطمئنم که نمیتونیم تعداد مشخص رو نام ببریم. خوشبختانه موسیقی در داخل ایران بسیار مورد علاقه مردم، استعدادهای فوق‌العاده ما در خوانندگی داریم که هر کدوم حرفای تازه‌ای برای گفتن دارن. اسمها خیلی زیاده، یعنی در مورد کسایی که با کارهاشو با موفقیت هم همراهه. عموما همین نسلی که
بعد از سالهای 76 77 شمسی بله وارد عرصه موسیقی شدن و همچنان هم دارن کار میکنن. واقعا نمیتونم اسم یه عده خاص رو ببرم چون مطمئنم که اسم خیلی ها جا میفته، اما کلیت موسیقی داخل ایران در تمام این 15 سال حدوداً 15-16 سال گذشته رو به رشد، رو به اعتماد مردم رو جلب کرده، مورد علاقه مردم بوده و حالا شاید مثل همه شاخه های هنر در همه جهان شاید دچار کارتی هایی هم باشه، اما شاکله اصلیش کلیتش رو به رشد و پیشرفته و مورد توجه مردم هم هست. آقای بابک سرایی شاید در این چارچوب نباشه، شاید هم به هر حال شما داخل ایران زندگی میکنید، علت این که نمیگذارند یا نمیشه یا در یک خط قرمزی هستش که از این خوانندگان مطرح مثلا میگم رضا فلاحی مثلا چرا علت این که نمیذارن یا نمیشه که اینا یک موزیک ویدیویی رو تولید کنن و فقط محدود میشه به کنسرتشون یا برنامه‌ای در برج میلاد؟ علت چیه؟ حقیقتش علت اصلی رو من نمیدونم. این یه چیزیه که قانونگذار بهش رسیده و مشخص کرده. واقعا علت اصلیش رو نمیدونم، چون در کنار این محدودیتی که ایجاد شده خب حمایت های زیادی هم از موسیقی داخل ایران صورت میگیره. یعنی این محدودیت یه بخشی هست ولی از طرف دیگه حمایت زیادی هم هستش، حمایت که البته بدیهیه، یعنی اینها بدیهیات وجود موسیقی در هر سرزمینیه. واقعا دلیلش رو نمیدونم، ولی این رو میتونم بگم که موسیقی در داخل ایران حال و روز خوبی داره. شاید در داخل ایران یه سری کارهایی تولید بشه که از جهت کیفی، از جهت سطح کیفی یه بخشیش پایین‌تر از بخش دیگه‌اش بشه، اما اون بخش کلی ترانه و موسیقی داخل ایران هم از انسجام و قدرت خوبی برخورداره، هم مورد حمایت مردم است، هم امکانهای مختلفی هم برای ارائه وجود داره. آلبوم، کنسرت، فیلم سینمایی، سریال‌های تلویزیونی، شبکه‌های مختلف داخلی. اون بخش کلیپ رو واقعا من نمیدونم چه تحلیلی در موردش وجود داشته که این محدودیت ایجاد شده. چه تعداد خواننده الان واقعا هم از شماره 1 یا شماره 2، حالا اگر بخوایم عدد براش تعیین کنیم یا تعیین نکنیم، چه تعداد واقعا الان خواننده در داخل کشور فعالن؟ تعداد خواننده والا من سالها پیش نوجوان بودم، یه فیلم کنسرت خانم رامش دیدم، یه طنزی رو اونجا مطرح کردن که این طنز به حقیقت تبدیل شد. خانم رامش تو اون کنسرت گفتن که کم کم هر ایرانی به همراه یه شناسنامه‌ای که داره یه کاست هم داره. حالا اون موقع هنوز سیدی رواج نداشتش، الان تقریبا داره اینطوری میشه، تعداد خواننده ها داره برابر با تعداد مخاطبا میشه. خیلی خواننده زیاده، عدد نمیتونم بگم ولی واقعا زیاده. تعداد خواننده هایی که موفق هستن هم خیلی زیاده. به چی نگاه میکنن؟ به پولش نگاه میکنن؟ به شهرتش میخوان نگاه کنن؟ به چی نگاه میکنن؟ یا اینکه میخوان نشونشون بدن؟ دلیل اصلیش اون توجه جامعه است، اون شیرینی که این توجه با خودش به همراه داره. اینی که خیلی اتفاق افتاده یه خواننده‌ای یه ترک خونده، اون یه ترک رو منتشر کرده و با استقبال فوق‌العاده مواجه شده. خب این شیرینی و حس روحی خیلی بزرگی داره دیگه. دلیل اصلیش این مسئله است و اینکه خب این نفوذ تکنولوژی به بطن زندگی انسان امروز از یه جهاتی به هنر و مخصوصا موسیقی هم خیلی کمک کرده. اینی که الان دیگه مثل گذشته نیستش یه خواننده برای انتشار کارش نیازمند این باشه یه آلبوم تولید بکنه، اینو بره
تکثیر بکنه، پخش بکنه. هر کسی میتونه یه قطعه ای رو تولید کنه از طریق اینترنت، فردا روز تولیدش منتشر بکنه. الان هم دیگه اینترنت اصلا جزء لاینفک زندگی مردم داخل ایرانه. یه چیزی مثل فیسبوک هم اضافه شده که ایرانی ها جزء مردمانی هستن که فکر کنم بیشتر از تمام مردمان جهان برای فیسبوک وقت میذارن. مجموعه اینها باعث شده که انتشار کارها هم ساده بشه و این شوقی که در این جوان ها وجود داره به شکل مناسبی هم به مردم منتقل بشه. من جناب بابک سرایی در آغاز صحبتمون که با هم داشتیم به نیکی شما از سرکار خانم هما میرافشار، خانم زویا زاکاریان، شهریار قنبری، ایرج جنتی عطایی، اردلان سرفراز، مسعود امینی که من اضافه دارم میکنم و دیگر آقای امینی از عزیزان جان عرض کنم که کارهای آقای امینی رو شما بهش چه نگاهی دارین؟ آقای امینی ببینید جزء ترانه‌سراهای صاحب سبک و برجسته ما هم. ببینید رسیدن به یه زبان مشخص در ترانه کار خیلی دشواریه. بله. آقای امینی یه زبان منحصر به فرد و مختص خودشون دارن که برگرفته از گویش به اصطلاح تهرونیه و تونستن با این گویش تهرونی یه پلی بین، یه پیوند خیلی خوبی بین این گویش اصیل زبان فارسی و مضامین مختلف جاری در بطن جامعه یه ارتباط خیلی خوب ایجاد بکنم و من به خاطر اینکه تمام ترانه‌سراهایی که بردید، تمام ترانه‌سراهایی که در این 100 سال فعالیت کردن رو چون به جزئی ترین شکل ممکن کارشون رو بررسی کردم میتونم، حالا دوستم دارم که در مورد تکلیفشون صحبت بکنم. آقای مسعود امینی از همون کارهای ابتداییشون به عنوان مثلا کفتر کشته پرمیدندن نداره، نمیدونم دیگه این روزک پا یاری رفتن نداره، تن تو نازک و نرمه مثل و بی‌نهایت ترانه هایی که در قبل انقلاب، یعنی آقای مسعود امینی جز اولین کسایی یعنی که شهامت سرودن ترانه اعتراضی، ترانه اجتماعی رو داشتن. هیچ وقت این شهامت و تعهد رو کنار نذاشتن و هنوز هم این شاخصه درشون میبینیم و همیشه هم حرفای تازه‌ای برای گفتن داشتن با اون سبک و سیاق خودشون که قابل دسترسی هم نیست. اگر چیز ساده و در دسترسی بود الان ده‌ها ترانه‌سرا مثل ایشون میتونستن بنویسن. کاملا. من وقتی که به ببخشید صحبت دیگه داشتین، معذرت میخوام. بفرمایید من بعد از صحبت شما. نه بفرمایید، اگه در ادامه مسعود امینی بفرمایید. من دوست داشتم یه نگاه کلی و گذرا به جریان ترانه با ذکر اظهار داشته باشیم که بعد صحبت شما عرض می‌کنم. خواهش عرض کنم که وقتی من به کارنامه هنری جناب بابک سهرایی نگاهی دارم، منهای که 600 ترانه نوشتن، ترانه سرایی کردن و 500 عدد یا 500 ترانه ایشون هم اجرا شده. یک نگاهی هم که دارم به عزیزانی که نامشون هر کدوم یک وزنه‌ای هست، مثل خانم گوگوش در کارنامه هنری آقای بابک سرایی هست، آقای داریوش، آقای معین، خانم شهره، خانم بیتی، خانم هلن، چقدر قشنگ میگن، استاد حسن شمالی زاده، آقای پویا، خانم مهنوش، ستار، مرتضی. واقعا بسیار زیباست، واقعا بهتون تبریک میگن که این عزیزان ما شما رو برگزیدن برای کارهاشون و من اینجا از شما میخوام با اجازهتون یکی از کارهای استاد شمالی زاده. آقای چه آهنگی رو انتخاب کردین؟ بهروز جان از آقای شمالی زاده.